در مهمانخانه رایال سیگنوس در یک مهمانخانه در نزدیکی شهر انتالیا ترکیه بین فوتبالبازان روسیه و اوکراین زنوزنی گروهی رخ داده است. جریان این زنوزنی و همین طور سبب‌هایش را هر دو جانب به دو گونه کاملا از هم متفاوت شرح می‌دهند. بنا به نوشته تلگرام کانال روسیه بازا بگویی روز 13 فوریه سال 2023 فوتبالبازان باشگاه مینه اوکراین از رهبریت باشگاه شینک از شهر یاروسلاو روسیه طلب کردند که سرود ملی اوکراین را بخوانند، اما او در جواب خواسته است که به کوچه بروند و مسئله را یک با یک در بیرون حل کنند. ولی بعدا امین منبع دوباره خبر داد که زنوزنی پس از آن رخ داده است که بازیگران اوکراینی از فوتبالبازان روسیه پرسیدند که چرا آنها به ضد نظام پوتین دست به تظاهرات نمیزنند. اما در همین حال رسانه‌های اوکراینی می نویسند که زنوزنی پس از آن شروع شد که یکی از بازیگران از روسیه در حالت مستی قرار داشت نسبت به کارمندان مهمانخانه دغلی و بی‌حرمتی کرده است. این صحنه را فوتبالبازان از اوکراین دیده از او ایراد گرفتند و خواستند تا او از کارمندان مهمانخانه عذر بپرسد، ولی گویا در جواب بازیگر روس این خواهش آنها را رد نموده است. این رفتار او خشم یکی از فوتبالبازان اوکراینی را آورده است و او چند شلاق بازیگر روس را زده است. در این هنگام دیگر اعضای دو دسته با کمک همدستگان خود شتافتند که سبب زنوزنی گروهی گردیده است. گفته می شود در نتیجه زنوزنی 4 تن از فوتبالبازان دسته شینک روسیه جراحت برداشتند. پس از حاضر شدن پلیس زنوزنی خاتمه یافته و مجروحان را به بیمارستان انتقال دادند. مدیر کل باشگاه شینک سرگئی کولاکوف به سامانه چمپیونات تصدیق کرده است که واقعا زنوزنی گروهی بین بازیگران او و همتایان اوکراینیشان رخ داده است، ولی تا کدام اندازه جراحت برداشتن فوتبالبازان خود را شرم نداده است. تا حال روشن نیست که نفران جراحت برداشته در بازی نوبتی اشتراک کرده می توانند یا نه. زنوزنی بین فوتبالبازان از اوکراین و روسیه در حالی است که بین دو کشور قریب یک سال باز جنگ‌های گسترده ادامه دارند. روسیه 24 فوریه سال 2022 با بهانه گویا حمایت از اهالی روس‌زبان دنباس به خاک اوکراین حمله کرد و یک قسمت از قلمرو این کشور را اشغال کرد. روسیه سال 2014 نیم جزیره کریم اوکراین را نیز غصب کرده با کمک جدایی طلبان زیر حمایتش قسمت‌های از ولایت‌های دونتسک و لوگانسک را نیز از زیر اطاعت کیف بیرون کرده بود. حالا این دو ولایت و همچنین ولایت‌های خرسون و زاپاروژه را روسیه به قلمرو خود امر کرده است. اوکراین و متحدان غربش از روسیه طلب دارند که نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشیده و یک پارچگی این کشور احترام گذارد و همه قلمروهای اشغال کرده‌اش را بدون قید و شرط به کیف برگرداند.